درود. با جلسه دوم از آموزش نرم افزار اکسل از مجموعه مایکروسافت آفیس در خدمتتون هستم. همراهان نوتاش، همونطور که میدونید توی جلسه اول من سربرگ هوم، گروه های کلیپ بورد، فونت، الاینمنت و نامبر رو گفتم. امروز میخوام وارد گروه استایل و قسمت کاندیشنال فورمتینگ بشم. کاندیشنال فورمتینگ همینطور که از اسمش معلومه یعنی فرمت کردن شرطی. برای این فرمت کردن ابتدا یه محدوده‌ای رو که میخواین تغییرات رو روش اعمال کنی سلکت میکنی. من الان توی ستون دی از خونه دی تا دی1 تا دی12 رو سلکت کردم. بعد میرم تو قسمت کاندیشنال فورمتینگ. گروه اولش هایلایت سل رولز، یعنی قوانین هایلایت کردن سلولا. وقتی که روی اون بریم یه ساب منو باز میشه. دو تا گزینه اولش نشه greater than و less than، یعنی بزرگتر و کوچیکتر. greater thanش امتحان میکنم. الان من اینجا میزنم 20، یعنی بزرگتر از 20 رو واسه من رنگی کرد. ببینین بزرگتر از 20 تمام اون سلکت من، قسمت سلکت من بزرگتر از 20 رو برای من رنگی کردش. خب حالا برمیگردیم یه کنترل زد بزنم، دوباره اون بره تو سلکت، میریم کاندیشنال فورمتینگ هایلایت سل رولز. این دفعه لستن، میخوام اونایی که کمتر از 20 هست رو برای من رنگی کنه و به این صورت این قسمت رو برای من رنگی میکنه. نگاه کنین. خب برگردم دوباره محدوده رو سلکت کنم، نمیخوام انقدر بد پایین، همین محدوده مورد نظرم تا خونه دی12 رو سلکت میکنم. کاندیشنال فورمتینگ و لستر میگم کمتر از 20 رو برای من رنگی کن. اوکی میکنم و یه جای خالی کلیک میکنم. میبینیم 5 و 10 و 15 رو برای من سلکت کرد. دوباره میریم همون قسمت هایلایت سلز رولز. بیتوین یعنی مابینه. خب مابین دو تا عدد میخوام اونایی که بین 10 تا مثلا 30 هستن رو برای من رنگی کنه. جالب اینجاست که رنگش هم میتونیم عوض کنیم. این بغلش قسمت داره که میتونیم اینجا رنگش رو عوض کنیم. مثلا نوشته لایت رد، رنگش که لایت رده، یلو، گرین. من الان یلو میذارم و اوکی میکنم. میبینیم 10 تا 30 من رنگی شد. اوکی. میریم قسمت بعدی. تو هایلایت سل رولز بیتوین رو گفتیم equal to اونی که 40 برای من رنگی شه. ببینید دقیقاً 40 اینجا رنگی شد. پس equal to یعنی اونی که مساوی با اون عدد مورد نظر من هست. حالا text that contain، مثلا توی محتویات ما یه جایی نوشتیم نوتاش، میگیم اون تکست نوتاش رو برای من مشخص کن. data curing یعنی اینکه یه تاریخ داره. مثلا فکر کنید تاریخ حقوقا نوشتیم، اینور تاریخ، اینور حقوقا، میگیم تو حقوقی که مربوط به تاریخ خاصیه اون رو مشخص کن. این دوپلیکیت ولیو هم بهتون بگم، دوپلیکیت یعنی تکراری دیگه، و دوپلیکیت ولیو یعنی ولیو های مقدارهای تکراری. من انتخاب میکنم و حالا مثلا رنگش هم میذارم گرین. اوکی. میام ببینم هیچی انتخاب نشد، هیچی رنگی نشد. چرا رنگی نشد؟ چون تکراری ندارم. من اصلا این خونه 45 رو بعداً حساب کتاب کردم دیدم یه 20 بوده، اصلا 20 من رنگی شد چون 2 تا شد. یا مثلا این خونه من خونه 40 بوده، 40 هم رنگی شد، یعنی 2 تا 40 هم دارم. به این ترتیب میتونیم هر چی که تکراری هست رو رنگی کنیم. قسمت بعدی کاندیشنال فورمتینگ، میریم تاپ باتن رولز. تاپ باتن رولز، تاپ 10 آیتم. خب 10 تا آیتمی که از همه بزرگترن. الان من اگه اینو سلکت کنم کلا 12 تا داشتیم دیگه محدودمون. ببینید 10 تا بزرگتره 60 55 50 45 رفت، دو تاش موند، دو تاش که از هم کوچکتر بودن مشخص شد، یعنی هایلایت نشد. باتن 10 آیتم یعنی 10 تا آیتمی که از همه کوچکترن. اوکی، اینم برای من رنگی کردش. قسمت بعدی تاپ 10% یعنی 10% بالای آیتم ها. نگاه کنید خودش میاد درصد میگه، 10% رو حساب میکنه، اونی که شامل 10% میشه عدد 60 مونه. و همینطور میتونیم باتن 10% رو بزنیم، یعنی 10% پایین. این دو تا گزینه پایین above average و below average. above average یعنی بالاتر از میانگین، below average یعنی پایین‌تر از میانگین. above average رو که بزنم ببین خودش میانگین گرفت، اونایی که بالاتر از میانگینن رو برای من رنگی کرده توی این محدوده‌ای که با موسم دارم نشون میدم. خب
حالا همونجا بلاورایج هم داشت، یعنی زیر میانگین، دوباره میانگین میگیره، اونایی که کمتر از میانگینن برای من رنگی میکنه. مبحث بعدی دیتا باره. دیتا بار نگاه کنه این بارا میندازه، هر باری که دوست داشته باشیم رو سلکت میکنیم و از اون بار برامون میندازه. الان نگاه کنید 60 خب عدد بزرگتره، تو اون قسمتی که سلکت کردیم بارش هم بیشتره. حالا اگه من این 60 رو بعدن دیدم نه 6 بوده، بارش کم شد. یا مثلا این 15 من 90 بوده، بارش زیاد شد. چرا بار همشون تغییر کرد؟ چون مقیاس دیگه شد 90. حالا مثلا اینو میذارم 55 بوده. میبینین چجوریه؟ یعنی اینکه با توجه به مقیاسی که داری بار اعدادی که میگیره بارای رنگیش فرق میکنه. کالر اسکیلز هم اینطوره که قرمز شروع شده به سبز رسیده، یعنی کوچیکا قرمز، هرچی به سبز میره بزرگتر میشه. نگاه کن الان 5 10 15 همینطور داره میره به سمت 60، داره سبزتر میشه. مثلا الان من اینجا 15 بکنم 55 سبزه، یا مثلا این 55 هم بکنم 5 قرمزه چون کوچیکتر هستش. اینم برای وقتیه که میخوای اسکیل ها تو با رنگ بذاری. آیکون ست هم که از این آیکون ها استفاده میکنی، نگاه کنین این آیکون ها میذاره کنارش. خب به بزرگی و کوچیکی ربط داره. تو قسمت کاندیشنال فورمتینگ همه این آیتم ها رو گفتم. اینجا یه چیز دیگه ای که میخوام بهتون بگم اینسرت و دیلیت. اینسرت کلا یعنی درج کردن. خب الان من 4 تا ستون دارم A B C D و چند تا ردیف دارم، از ردیف 1 تا حالا ردیف 13 که توی صفحه نمایش داده میشه. اگه من وایسم توی یه سلولی، مثلا وایسم تو سلول B4 عدد 9، میخوام اینجا بیام یه دونه سلول درج کنم، یه ستون درج کنم، یه ردیف درج کنم، چطوره؟ میرم تو اینسرت، یه آیتم داریم دومیش نوشته اینسرت شیت روز، یعنی ردیف درج کن. اینو میزنم، ببین دقیقاً همونجا توی خونه B4 من خالی شد و در امتداد اون یه ردیف شد، اونا اومدن پایین تر. اوکی، همینطوری اینسرت رو بزنیم، بریم اینسرت شیت کالم، یه ستون درج شد، یعنی دقیقاً همون جایی که وایساده بودم یه ستون درج شد. حالا اینسرت سل یه کوچولو داستان داره. ببین میگه خب اینجا الان B4 ما عدد 9 وجود داره، تو میخوای اینجا یه سلول درج کنی، پس چه بلایی سر بقیه یه سلولا بیاد؟ اولین آیتم نوشته شیفت سلز رایت، یعنی همشون هول داده بشن به سمت راست. میزنم ببین چی میشه. خیلی جالب، اینجا خالی شد، 9 اومد اینجا به راست، بعد 8 اومد اینجا و 20 هم اومد اینجا، یعنی یکی یکی شیفت شدن به سمت راست. از همون راه میرم شیفت سلز داون، یعنی میخوای اینجا سلول درج کنی، اوکی، ولی چه بلایی سر بقیهش بیاد؟ میگم شیفت سلز داون، شیفت میشن سلولا به پایین. اینجا خالی شد و یکی یکی هول داده شدن اومدن به سمت پایین. خب میریم گزینه بعدی. تو همون اینسرت سل 2 تا آیتم دیگه داره که نوشته اینتر رو اینتر کالم، یعنی اینکه بیا یه ردیف درج کن یا بیا یه ستون درج کن، در کنار اونها یه سلول هم درج میشه. و اما تو قسمت اینسرت سل شیت رو و شیت کالم گفتم، بریم اینسرت شیت. ببینید الان من شیتامو یه نوتاش 2 دارم، یه نوتاش دارم، یه شیت 2 دارم، یه شیت 3 دارم. الان من میخوام از شیت 2 و شیت 3 یه شیت 4 بسازم. این پلاسو که میزنم نیو شیتو میزنم، البته شیت 4 اینا هم داشتیم اونور، الان شیت 6 ساخته شده. اینو بزنم شیت 7 ساخته بشه. من میخوام شیت 7 هم دقیقا اینجا ساخته بشه، نمیخوام بره شیت 8 بعد از شیت 7 ساخته شه، نمیخوام اون ته ساخته شه، میخوام دقیقا اینجا ساخته شه. روی هر شیتی که باشیم وای میستیم، میریم روی گزینه اینسرت میزنیم و اینسرت شیت. شیت 8 من دقیقا همون جایی که بودم وایساده بودم اونجا درج شد. اوکی. پس این گزینه اینسرت ها. دیلیت ها برعکس اینسرت ها. میریم تو دیلیت ها، میریم دوباره توی سلولی وای میستیم، مثلا همون بیچاره خودمون که وایساده بودیم، میریم دیلیت. دیلیت شیت رو ردیف رو حذف میکنه. ببینین الان ردیفی که اونجا 9 داشت و اینا حذف شد. من کنترل زد بزنم برمیگرده. تو قسمت دیلیت ها دیلیت شیت کالم، ببینین این ستونی که داشتیم حذف شد کلا. کنترل زد میزنم، دوباره یه گزینه دیگه داریم به اسم دیلیت سل.
دیلیت سل. خب حالا مثل این سل که داستان داشت، اینم یه کوچولو داستان داره. میگه میخوای اینو دیلیت کنی. اوکی، دیلیت بکنی، اون وسط این سلولای جای خالی میشه. چه بلایی سر بقیه بیاد؟ shift cells left، یعنی shift بشن به سمت چپ اون جا رو پر کنن. میزنم اوکی میکنم. ببین یکی یکی اومدن به سمت چپ و اون رو پر کردن. اوکی، میریم قسمت بعدی. delete cell. پس shift cells left رو یاد گرفتیم. shift cells up یعنی این میخواد پاک شه، تموم شه، یکی یکی بیان بالا، یعنی 11 بیاد اینجا جای اینو بگیره تا اون پرشه جاهاشون، که همونطوری شد که میدونستیم. تو قسمت بعدیش هم که تو دیلیت سلز دو تا گزینه است. اینتایر رو یعنی کلا میخوای اون سلول رو دیلیت کنی، ردیف رو دیلیت کن. اینتایر کالم هم کلا بیا ستون رو دیلیت بکن. اینم که یاد گرفتیم. دیلیت شیت رو ردیف رو پاک میکنه، دیلیت شیت کالم ستون رو، و دیلیت شیت هم شیت رو پاک میکنه. الان من شیت 8 که بین این دوتا نقطه‌اش ساختم و میخوام پاکش کنم. کافیه وقتی روی شیت 8 بودم برم اینجا گزینه دیلیت رو باز کنم و دیلیت شیت 8 پاک شد. اوکی، بریم قسمت بعدی. فرمت ها رو بهتون بگم. اینجا دو تا آیتم رو هایت یعنی ارتفاع ردیف و کالم ویدث رو میخوام بگم. ببینید اگه من بخوام عرضه یه خونه یه سلولی رو زیاد کنم، کافیه برم توی هدینگ بین دو تا شماره اون ستون ها و دراگ کنم و همینطور بین دو تا شماره ردیفا و بیام دراگ کنم. به این صورت عرضش رو میتونیم زیاد کنیم. خب اگه حالا من بخوام با مقیاس منظم بدونم ابعادش چقدره و چقدر میخوام بکنم، اینو میام تو همون جایی که میخوایم تغییرات رو بدیم کلیک میکنیم، فرمت رو باز میکنیم، رو هایت ارتفاع ردیف الان 26/25، اینو میذارم 35. نگاه کنین الان این سلول که 10 نوشته دیدو رو ارتفاعش زیاد شد. حالا همونو دوباره میرم تو فرمت و کالم ویدث رو میزنم، میخوام عرضش زیاد شه، 8.43 میذارمش 15. اوکی میکنم، عرضش زیاد شد. توی همه قسمت فرمت اوتو فیت رو هایت و اوتو فیت کالم ویدث یعنی اتومات میاد ردیف ارتفاع ردیف و عرض ستون رو تغییر میده. دیفالت ویدث هم که میبره به پیش‌فرض، عرض پیش‌فرض. هاید و آن هاید همینطور که از اسمش معلومه هاید میکنه، مخفی میکنه، از مخفی بودن در میاره. الان من اومدم روی یه دونه ردیف 3 وایسادم. وقتی رو ردیف 3 وای میستیم میریم توی قسمت فرمت و میگم هاید کن ردیفم و هاید روز، ردیفی که انتخاب کردم. نگاه کنید الان من ردیف 3 اینجا ندارم، ردیف 3 هاید شد. چجوری بیارمش؟ دوباره میرم فرمت، هاید آن هاید، آن هاید رو اومد. حالا همینجا هستم رو ستون بی، بریم هایدش کنیم ستون رو. این دفعه هاید آن هاید، هاید کالم، ستونم هاید شد، بیارمش، هاید آن هاید، آن هاید کالم اومد. حالا اینجا ما الان یه نوتاش 2 داریم، یه نوتاش داریم. این پایین شیت ها رو نگاه کنین، نوتاش هم میخوام هاید کنم. خب میرم روی شیت نوتاش، میام اینجا فرمت، هاید و آن هاید و هاید شیت. نوتاش دیگه ندارم، نوتاش 2 دارم و شیت 2. چطور بیارمش؟ میرم فرمت، هاید و آن هاید شیت. توی اینجا همه شیت هایی که هاید شدن رو به هم نشون میده، هر کدوم مد نظرم بود. اوکی تمام. خب قسمت بعدی رینیم شیت. اسم شیت رو میخوای عوض کنی. یه راه عوض کردن شیت اینه که روش دوبار کلیک کنی و اسمش رو میتونی پاک کنی. مثلا اینو من گذاشتم 11. یه راه دیگه هم اینه، روی شیت مثلا شیت 3 رو میخوام بزنم 22، روش کلیک میکنم، میام فرمت، رینیم شیت رو میزنم، دوباره همونطور قابل پاک شدن و قابل نامگذاری مجدد میشه. الان نگاه کنید شیت نوتاش منو، اینجا یه نوتاش دارم، اینجا نوتاش 2 نوتاش و 11. میخوام بیام این خونه ای که شیت 11 نوشتن رو مثلا رنگ شیتم رو آبی بذارم. میام فرمت، تب کالر، از اینجا میام آبی رو انتخاب میکنم. خب الان من برم روی شیت بعدی متوجه میشین این قشنگ آبی شده، میبینین؟ اوکی.
یه قسمت دیگه داشت که موو اور کپی شیت. من از این شیت 11 که آبی رنگم درستش کردم میخوام یه کپی بگیرم. گاهی اوقات میخوای یه سری تغییرات رو دیتاهاش بدی، بعد نگرانی نکنه خراب شه، میخوای دیتا اون شیت اصلیت اورجینالش بمونه، میتونی کپی بگیری. الان من 11 رو اینجا دارم. خب میام تو قسمت فرمت، میرم موو اور کپی شیت. اوکی، اینجا میگه کدوم شیت تو میخوای، میگم شیت 11 رو. create a copy و اوکی. الان ببینید ما 2 تا 11 داریم، یه 11 اینجا داریم، یه 11 2 داریم، یعنی دومین آیتمش هم ساخته شد. توی قسمت فرمت بعد پروتکت شیت رو هم بهتون توضیح بدم. پروتکت یعنی محافظت کردن، پروتکت شیت یعنی از شیتت محافظت میخوای بکنی. گاهی اوقات شیتت رو میخوای بدی دست همکاری، دوستی، آشنایی روش نظر بده. نگران دیتاهاتی، نکنه دیتاها رو به هم بزنن، نکنه دیتاها اشتباه بشه، چون که اساس کار اکسل ما فرمول نویسیه دیگه. یه دیتا عوض شه کل فرمول عوض میشه. میتونی اینجا براش پسورد بدی. بعد که این پسورد رو بدی، هر کی اون پسورد رو داشته باشه اختیار تام داره، مثل الان که ما همه کار میتونیم بکنیم. ولی هر کی پسورد رو نداره این پایین بهش اجازه میدی، الاو میدی که چه کارایی بکنه یا نکنه. الان اینجا فقط سلکت لاک سل و سلکت آن لاک سل رو فعال کرده، یعنی میتونه فقط سلول های قفل و سلول های غیر قفل رو سلکت کنه. شما میتونی بهش امتیازهای بیشتر، اجازه های بیشتر بدی. هر کسی اون رمز رو بدونه اختیار تام داره، هر کسی اون رمز رو ندونه فقط میتونه اون کاری که شما بهش اجازه میدی رو انجام بده. اوکی، الان حدود 16-17 دقیقه از تایممون رو گذاشتیم، اینا رو آموزش دادم. یه گروه ادیتینگ مونده که میخوام یه سری تابع ها رو بگم و فیل رو بگم و اینا بمونه برای جلسه دیگه. دوست دارم که حتما تمرین کنین، این چیزایی که آموزش میدم و انجام بدین. توی کامنت ها نقطه نظراتون رو بذارین، اگه اشکالی دارین بپرسین تا بتونیم اونجور که شایسته هست به سرانجام برسونیم این آموزش رو. اوکی، تا جلسه دیگه، بدرود.